کتاب بالدن اثر هنری دیوید تورو، مترجم سید علیرضا بهشتی شیرازی، چاپ پنجم 1399 تهران انتشارات روزنه، گوینده ونوس ساکت. فصل هفتم، مزرعه لوبیا. در این اثنا مزرعه لوبیا که طول شیارهایش روی هم به 7 مایل می رسید، بی صبرانه چشم به راه وجین بود. زیرا اولین دانه ها پیش از آن که آخرینشان در زمین قرار بگیرد، به صورتی نمایان شروع به رشد کرده بود. به راستی نمیشد رویش آنها را به تأخیر انداخت. معنای این تلاش مدام، عزتمند و هرکولگونه آنان چه بود؟ نمیدانستم. من عاشق شیارها و لوبیاها شدم، اگرچه آنها بسیار بیشتر از نیاز من بودند. آنها مرا به زمین پیوند می زدند و بدین ترتیب همچون آتئوس قدرت می گرفتم. آتئوس در اساطیر یونانی غولی بود که قدرتش را از زمین می گرفت. ولی چرا باید آنها را پرورش می دادم؟ فقط خدا می دانست. در تمامی تابستان شغل عجیب من این بود، تا آن تکه از چهره زمین را که پیشتر تنها تمشک، سوسن، پنجه‌برگ، گل چایی و مشابه آن، میوه‌های شیرین و وحشی و گل‌های زیبا به بار آورده بود، وادارم که به جایشان این دانه را برویاند. من از لوبیاها و لوبیاها از من چه چیز خواهیم آموخت؟ من آنها را دوست دارم، وجین می کنم، صبح‌های زود و آخر وقت چشمم به آنهاست. کار روزانه‌ام این است. این مزرعه یک برگ بزرگ لطیف است برای نگریستن. کمککارهای من شبنم و بارانند که به حاصلخیزی ناچیز این خاک خشک آب می دهند. دشمنانم کرمها، روزهای سرد و از همه دشمنتر موشخرماها هستند. این آخری 1/4 جریب از مزرعه را کاملا جویده است، ولی من چه حقی داشتم که گل چایی و دیگران را بیرون برانم و باغچه قدیمی آنان را برهم بزنم. هرچند مابقی لوبیاها به زودی چندان سفت می شوند که دیگر به کارشان نیایند و پیش خواهند رفت تا دشمنان جدیدی را ملاقات کنند. این گونه به یاد دارم که وقتی 4 ساله بودم، مرا از میان همین بیشه‌زار و زمین همین مزرعه از بوستون به کنار دریاچه زادبومم آوردند. این یکی از قدیمی ترین صحنه هایی است که در خاطرم مانده است و امشب فلوت من از نو آن پژواک‌ها را بر روی همان آب بیدار می کند. کاج‌ها پیرتر از من هنوز اینجا ایستادند. یا اگر برخی افتادند، من شامم را با کنده های بجاماندهشان پختم و در همه سو رشدی جدید هست تا چشمانداز را برای چشمان کودکی دیگر آماده کند. در علفزار تقریباً همان بوته‌های گل چایی از همان ریشه‌های قدیمی جوانه می‌زند و سرانجام حتی من خود به برتن کردن آن منظره افسانه‌ای از رویاهای کودکیم یاری رساندم. و یکی از نتایج حضور و تأثیر من در این برگ‌های لوبیا، شاخه‌های ذرت و بوته‌های سیب زمینی دیده می‌شود. حدود 3.5 جریب از زمین‌های بالادست را کاشتم و چون تنها نزدیک به 15 سال از انداختن درخت‌های آن قطعه می‌گذشت و خود ریشه‌های بجامانده از 2-3 درخت را بیرون کشیده بودم، به آن کود ندادم. هرچند در خلال تابستان سرنیزه هایی که به هنگام وجین بیرون می کشیدم معلوم می کرد که اینجا در گذشته های باستان ملتی منقرض شده زیسته است و پیش از آن که انسان سپید پوست بیاید و زمین را سنگروبی کند در آن ذرت و لوبیا کاشته است و بنابراین تا حدودی قوه خاک را برای این محصول خاص تحلیل برده است. پیش از آن که موشخرمایی یا سنجابی به سرعت از میان جاده عبور کند یا خورشید به میان درخچه‌های بلوط برسد، زمانی که هنوز شبنم تبخیر نشده بود، علیرغم اخطار مزرعه داران، در مزرعه لوبیا شروع به کندن ریشه‌های علف‌های مهاجم و ریختن خاک بر روی آنها می‌کردم. توصیه می‌کنم همه کارتان را پیش از پرکشیدن ژاله‌ها انجام دهید. صبح‌های زود گل‌آلوده چون هنرمندی مجسمه ساز پا برهنه در میان شنهای ژاله زده و نرم کار می‌کردم.
اما در ساعتهای دیرتر روز پایم اگر لخت بود در آفتاب تاور میزد. آنجا آفتاب بر من نور می‌افشاند تا لوبیاها را بچین کنم. به آهستگی قدمهایم را روی آن زمین زردرنگ شنی در میان ردیف‌های دراز و سبز جلو و عقب می‌گذاشتم. 50 میله که یک سرش به درخچه‌های بلوط می‌رسید، جایی که می‌توانستم در زیر سایه‌سار بیارامم و سر دیگر به دشتی از تمشک، جایی که میوه‌های سبز زمانی که دور دیگری از وجین را آغاز کردم داشتند رنگ می‌گرفتند. کندن علف‌ها، قرار دادن خاک تازه در اطراف ساقه‌های لوبیا و تشویق این علفی که من کاشته بودم، واداشتن خاک زرد به بیان اندیشه‌های تابستانیش به صورت برگ‌ها و شکوفه‌های لوبیا به جای درمنه و علف نایی و ارزن وحشی، واداشتن زمین به آن که به جای علف بگوید لوبیا. شغل روزانه من این بود. با توجه به اینکه کمک اندکی از اسب و گاو یا مردان و پسرکان استخدام شده یا وسایل پیشرفته زراعت داشتم، کار بسیار کند پیش می رفت. لذا با لوبیاهایم بسیار بیشتر از معمول صمیمی می شدم. ولی کار با دست حتی وقتی که تا مرز کسالت دنبال می شود شاید هرگز بدترین شکل از بطالت نباشد. این کار روحی دائمی و ماندگار دارد و برای انسان محقق نتایجی ممتاز به همراه می آورد. از نگاه مسافرانی که از راه لینکلن و وینلند به سمت غرب به سمت جایی که هیچ کس نمی داند کجا می رفتند، من یک کشاورز سخت کوش بودم. آنها نشسته در کالسکه‌های راحت تک اسبشان، آرنج برزانو و ابزار آویزان شده به گلمیخ‌ها، من خانمانده رنجبر بومزاد خاک. اما به زودی خانمان من از نگاه و فکرشان بیرون می رفت. تا فاصله‌ای دور این تنها تکه باز و کاشته شده زمین در هر دو سوی جاده بود. بنابراین حد اکثر استفاده را از آن می بردند. آدمی گاهی که در مزرعه کار می کند شایعه مسافران را پیش از آن چیزی که خطاب به گوشهایش گفته شده است می شنود. لوبیا به این دیری، نخود به این دیری. زیرا من زمانی که دیگران مشغول وجین بودند به کاشتن ادامه دادم. متصدی اداره کشاورزی فکرش را هم نمی کرد. پسرم، ذرت علوفه‌ای، ذرت علوفه‌ای. صاحب کلاه بنددار سیاه و بالاپوش خاکستری می‌پرسد آیا او آنجا زندگی می‌کند؟ و کشاورز چهره سوخته افسار اسب فرتوت و شاکرش را می‌کشد تا از تو بپرسد در جایی که هیچ کودی در شیارها دیده نمی‌شود چه کار می‌کنی؟ و به تو استفاده از مقداری خاک اره یا کمی چیزهای دور ریختنی، حتی خاکستر و گچ را توصیه می‌کند. ولی اینجا 2 جریب و نیم شیار بود و تنها یک بیلچه به عنوان وسیله حمل و نقل و 2 دست برای کشیدن آن و نفرت از دیگر انواع گاری و اسب و خاک اره خیلی دور بود. مسافران تلق تلق کنان می‌گذشتند و با صدای بلند لوبیاهای مرا با مزارعی که پشت سر گذاشته بودند مقایسه می‌کردند تا وضعیتم را در جهان کشاورزی بدانم. این یکی از مزارعی بود که در آمارهای آقای کلمن قرار نداشت و راستی ارزش محصولی که طبیعت در مزارعی از این هم وحشی‌تر به ثمر می‌رساند از سوی چه کسی برآورد می‌شود؟ مزارعی که به دست انسان باربر نشدند. کلمن مسئول کشاورزی ایالت ماساچوست بوده. علیق انگلیسی به دقت کشیده شده، رطوبتش و سیلیکات و کود پتاسش محاسبه می شود. ولی در تمامی دره‌های تنگ و برکه‌های دور افتاده در بیشه‌ها، در مراتب و باطلاق‌ها محصولاتی غنی و متنوع می روید، تنها با این تفاوت که انسان برداشتشان نمی کند. مزرعه من به صورتی حلقه پیوند میان دشت‌های وحشی و مزروع بود. به همان شکل که برخی ایالت‌ها متمدنند و برخی نیمه متمدن و دیگران وحشی و بربر، مزرعه من نیز اگرچه نه در معنایی بد نیمه پرورش یافته به حساب می آمد. آنها لوبیاهایی بودند که با شادمانی به حالت وحشی و ابتدایی خود باز می گشتند و بیلچه وجین من برایشان نغمه چوپانان سوئیسی را می نواخت. در نزدیکی بر بالای بلندترین شاخه توس
توک‌های زمینی قهوه‌ای یا آنگونه که برخی دوست دارند او را صدا کنند، ماویس قرمز، تمام صبح شادمان از معاشرت با شما آواز می‌خواند. اگر مزرعه‌تان اینجا نبود، او کشت و کاری دیگر می‌یافت تا زمانی که دانه در زمین کاشته می‌شود فریاد بزند: آن را بیانداز، آن را بیانداز. رویش را بپوشان، رویش را بپوشان. بیرونش بکش، بیرونش بکش. اما اینکه من می‌کاشتم ذرت نبود و لذا از سوی دشمنانی چون او تهدید نمی‌شد. ممکن است بپرسید لاطایلات او و پاگانینی، بازی‌های ناشیانه‌اش بر روی 1 یا 20 سیم چه کار با کشت و کار شما دارد و در عین حال او را بر خاکستر و گچ آب دیده، یعنی کودهای توصیه شده توسط مروج کشاورزی ترجیح بدهید. چنین افزوده‌هایی شیوه‌ای ارزان از کود دادن پای بوته‌ها بود که من بدان ایمان کامل داشتم. نیکولا پاگانینی ویولونیست و آهنگساز معروف ایتالیایی در قرن 18 و 19 است. همچنان که به همراه وجین کردن خاک باز هم تازه تر را به اطراف ردیف ها می کشیدم، خاکستر ملل بیتاریخ سالهای اول هستی در زیر آسمان به هم می خورد و ابزارهای کوچک جنگ و شکارشان به نور این دوران جدید آورده می شد. تورو به دلیل تواناییش در تعیین محل یافت دستساخته‌هایی چون سرنیزه سرخپوستان شهرت داشت. آمیخته و خفته با دیگر سنگ‌ها، برخی بر چهره نشانه‌هایی از سوختن به واسطه آتش سرخپوستان و یا داغی از سوزش آفتاب داشتند و در میانشان تکه خورده‌های سفالینه و آبگینه‌ای که توسط زائران متأخرتر آورده شده بود. زمانی که بیلچه وجینم به سنگی برمیخورد، بانگش در بیشه و آسمان میپیچید و موسیقی متنی برای کارم بود تا محصولی آنی و غیرقابل اندازه‌گیری به بار آورد. دیگر این لوبیاها نبودند که من آنها را وجین میکردم و این من نبودم که لوبیاها را وجین میکرد و من هم صحبتان را که به شهر رفته بودند تا در محضر اوراتوریوها قرار گیرند با تأسف و غرور در یاد میآوردم، اگر اصلاً در یاد میآوردم. اوراتوریوها قطعه‌های طولانی از موسیقی تنظیم شده برای آواز و ارکستر هستند که معمولاً مبتنی بر داستان‌های کتاب مقدسند. در عصرهای آفتابی مرغ شبگرد همچون غباری در چشم من و یا چشم آسمان بالای سر چرخ می‌زد و گاه به گاه با شیرجه‌ای فرو می‌آمد، با صدایی که انگاری آسمان‌ها پاره شده و تا آخرین تار و پود فرسوده است. اگرچه آن پرده آبی همچنان شنلی بی‌درز باقی مانده بود. گاهی خود را در تمامی روز با کارهای این پرندگان سرگرم می‌کردم. موجوداتی افسانه‌ای و کوچک که هوا را پر می‌کنند و تخم‌هایشان را بر روی زمین می‌گذارند. روی شن و سنگ عریان، بر بالای تپه‌ها، جایی که چند نفری آنها را یافتند. لطیف و نازک همچون شکن‌هایی که باد بر روی دریاچه برمی‌انگیزد، همانگاه که برگ‌ها را بلند می‌کند و در هوا شناور می‌سازد. در طبیعت چنین خویشاوندی‌هایی هست. شاهین برادر آسمانی موج‌هایی است که می‌پیماید و بر فرازشان می‌پرد. بالهای از هوا پف کرده او به کرک‌های ابتدایی و به پرواز در نیامده دریا پاسخ می‌دهد. یا گاهی جفتی قوش را تماشا می‌کردم که در بلندای آسمان چرخ می‌زدند. یکی پس از دیگری اوج می‌گرفت و فرود می‌آمد. به یکدیگر نزدیک می‌شدند و از هم فاصله می‌گرفتند. انگاری تجسم اندیشه‌های منند. یا عبور کبوترهای وحشی از این بیشه به آن بیشه مرا متوجه خویش می‌کرد. با صدایی اندک مانند جریان لرزان هوا و عجله‌ای همچون کبوترهای نامه‌بر. یا بیلچه من سمندر خالدار تنباره، بدشگون و عجیبی را از زیر کنده‌ای پوسیده بیرون می‌کشید، ردی از مصر و نیل و در عین حال هم عصر ما. چون مکث می‌کردم تا به بیلچه‌ام تکیه دهم، این نغمه‌ها و منظره‌ها همه جا در میان ردیف‌ها شنیده و دیده می‌شد. بخشی از آن مهمان نوازی پایان ناپذیری که طرف طبیعت تعارف می‌کند. در روزهای جشن توپ‌های بزرگ شهر به صدا در می‌آید.
بانگی که در این بیشه‌زار با پژواکی چون تفنگ‌های چوب پنبه‌ای بازتاب دارد و گمشدگانی چند از موسیقی نظامی گهگاه تا این دوردست هم می‌رسد. برای من که پرتر از آن سوی شهر در مزرعه لوبیایم هستم، صدای شلیک توپ‌ها شبیه به ترکیدن بادکنک است و چون پای گروه نظامی ناآشنایی در میان بود، گاهی در تمامی روز وجود نوعی خارش و بیماری را به صورتی گنگ در افق احساس می‌کردم. گویی به زودی در آنجا انفجاری روی خواهد داد. نوعی مخملک یا کهیر زخمی، تا آنکه سرانجام وزش بادی موافقتر با یورش به دشت‌ها و بالای جاده بیلند برایم خبر از مربیانشان می‌آورد. بیلند شهری در ماساچوست در 3 مایلی دریاچه والدن است. همهمه‌ای آهسته و ممتد از دور شنیده می‌شد، چنان که گویی زنبورها ازدحام کردند و همسایگان به توصیه ویرجیل با ایجاد صدای ضعیف تینتینا بلوم بر روی زنگدارترین وسایل خانه می‌کوشند آنها را از نوب کندوهایشان بازگردانند. و زمانی که صدا کاملا آرام می گرفت و طنین جمعیت پایان می گرفت و موافقترین نسیم داستانی برای گفتن نداشت، می دانستم که آنان آخرین زنبورها را به صورتی امن درون کندوهای میدلسکس جای دادند و اکنون ذهنهایشان بر روی اثری متمرکز است که دارد آنان را آغشته می کند. از آن که بدانم آزادی ماساچوست و سرزمین پدریمان در چنین گاف صندوقی نگاهداری می شود، احساس غرور می کردم و همچنان که دوباره به سراغ بجین علفها می رفتم، از اعتماد به نفسی غیرقابل بیان پر می شدم و کارم را با شادمانی و اعتمادی تسکین یافته نسبت به آینده پی می گرفتم. زمانی که چند گروه نوازنده وجود داشت، صدایشان چنان به گوش می رسید که گویی تمامی دهکده دمی بزرگ است و تمامی ساختمانها دارد به نوبت با صدایی ناهنجار منبسط و منقبض می شود. اما گاهی نوایی به بیشه می رسید که به راستی شریف و الهام بخش بود و نایی که نغمه‌ای شکوهمند می نواخت. آنگاه بود که احساس می کردم می توانم با لذتی کامل یک مکزیکی را تف کنم و بیرون بیاندازم. این جمله کنایه‌ای است به جنگ آمریکا و مکزیک که به هنگام اقامت تورو در والدن آغاز شد و تورو مخالف آن بود، زیرا بردهداری را تداوم می‌بخشید. چه کسی گفته است ما باید همواره در پی پیش پا افتاده باشیم؟ و دور و برم را به دنبال موش‌خرمایی یا راسویی می‌گشتم تا شهامت شوالیه مانندم را بر رویش به اجرا درآورم. این قطعات نظامی به دوری فلسطین به گوش می آمدند و مرا به یاد رژه صلیبیان در افق می انداختند. با شتابی اندک و حرکتی لرزان شبیه به برگ‌های بالایی نارون‌هایی که بر روستا سایه انداختند. این یکی از آن روزهای بزرگ بود. اگرچه از محوطه خانه من آسمان همان منظره زیبای جاودانی را داشت که هر روز دارد و من تفاوتی در آن نمی دیدم. آن هم صحبتی طولانی که به هنگام پرورش لوبیاها، به هنگام کاشتن، بجین کردن، برداشتن، خرمنکوب کردن و فروختن آنها داشتم که آخری از همه سخت‌تر بود، تجربه‌ای منحصر به فرد به حساب می آمد. می توانم به این مجموعه خوردن آنها را نیز اضافه کنم، زیرا آنها را چشیدم. تورو همان گونه که بعداً توضیح می دهد از لوبیا بدش می آمد. من مصمم بودم که لوبیاها را بشناسم. زمانی که داشتند رشد می‌کردند معمولاً از 5 صبح تا ظهر به بجینشان مشغول بودم و عموماً مابقی روز را به دیگر امور آنها اختصاص می‌دادم. آشنایی غریبی که با انواع علف‌های هرز به دست می‌آید در نظر آورید. این چیزی است که ارزش تکرار در گزارش را دارد، زیرا در کار تکرار هیچ کم نبود. با چنان بیرحمی نظام آنها را به هم زدن و با بجین کردن چنان تبعیض ناعادلانه‌ای میانشان قائل شدن، ریز و درشت یک نوع را بیل زدن و دیگری را با دقت پرورش دادن. این در من است، آن تاج خروس است، این یکی ترشک است، آن یکی علف نایی است. کارش را بساز، ریز ریزش کن، ریشه اش را بکن و در معرض آفتاب بگذار.
نگذار نسجی در سایه داشته باشد. اگر چیزی از آن باقی بماند دوباره از سوی دیگر سر می کشد و ظرف 2 روز به سرسبزی تره فرنگی می شود. جنگی طولانی، نه با دورناها که با علفهای هرز، آن تروجانهایی که آفتاب و باران و شبنم به نفعشان عمل می کردند. هر روز لوبیاها مرا می دیدند که مسلح به بیلچه آمدم تا نجاتشان دهم و با پر کردن سنگرها از جنازه علفهای هرز صف دشمنانشان را تنگ کنم. چه بسیار هکتورهای قوی و ستبر سینه که 1 فوت از انبوه همقطارانشان بلندتر می ایستادند، اما در پیش تیغ من به زمین افتادند و بر خاک غلتیدند. هکتور در ایلیاد هومر جنگجوی تروجانی است که به وسیله آشیل کشته شد. بدین ترتیب در آن روزهای تابستانی که برخی از معاصرانم در بوستون و یا روم به هنرهای مستظرفه مشغول بودند و دیگران برای تأمل در هند یا برای تجارت در لندن و نیویورک به سر می بردند، من به همراه کشاورزان نیو انگلند ایام را وقف زراعت کردم. نه از آن رو که برای غذا به لوبیا نیاز داشتم، زیرا تا آنجایی که به این دانه مربوط می شود طبعی فیثاغورسی دارم، تا حدی که از آن به اندازه زندان و رأی دادن بیزارم و لوبیاها را پس از برداشت دادم و برنج گرفتم. بلکه چون برای خاطر استعاره ها و بیان ها هم که شده باید کسی در مزرعه کار کند تا شاید نتیجه تکاپویش روزی به کار قصه گویان بیاید. فیثاغورس فیلسوف و ریاضیدان یونانی است که میگویند شاگردان خود را از خوردن لوبیا منع کرده بود. این اشتغال کلاً تفریحی استثنایی بود که اگر بیش از حد ادامه می‌یافت چه بسا به بطالت می‌انجامید. اگرچه به لوبیاها کود ندادم و همه را به یک باره به جین نکردم، در انتها باز از بابتشان درآمد داشتم، زیرا وجودم به راستی در آنجا بود. همچنان که ابلین میگوید خاک برگ و کود و چیزهای دیگری از این قبیل هیچ کدام قابل مقایسه با این حرکت مداوم، تغذیه مداوم و زیر و رو کردن مداوم خاک نیست. جان ابلین نویسنده انگلیسی کتاب‌های کشاورزی و باغبانی است و نقل قول بالا از یکی از کتاب‌های اوست. او می‌افزاید زمین به ویژه اگر تازه باشد در خود مغناطیسی دارد که به وسیله آن نمک و قوه یا خاصیتی را که به آن حیات می‌دهد جذب می‌کند. منطق تمام کار و پرسه‌ای که به منظور تأمین نیازهای خود در اطراف کشت و کار می‌زنیم جذب همین مغناطیس است. تمامی کود دادنها و کارهایی که به وسیله افزودن دیگر فضولات انجام می‌گیرد جز اقدام‌های تکمیلی نیست و تنها پس از چنین امری موضوعیت می‌یابد. به علاوه چه بسا که این زمین از آن مزارع فرسوده و مستهلکی بود که به قول سر کنلم دیگبی روح‌های حیات را از هوا جذب می‌کنند. من 12 بوشل لوبیا برداشتم. سر کنلم دیگبی فرمانده نیروی دریایی، دیپلمات، فیزیکدان و نویسنده انگلیسی در قرن 17 است و بوشل معادل تقریباً 35 کیلوگرم. اگر بخواهم دقیق‌تر گفته باشم، زیرا گلایه شده است که آقای کلمن عمدتاً تجربه‌های گرانخرج کشاورزان اشراف‌زاده را گزارش می‌کند، مخارج من عبارت بودند از برای بیلچه وجینکاری 54 سنت، شخم زدن، ماله کشی و شیار کشی $7.50 خیلی زیاد. لوبیا به عنوان بذر $3.12 سیب زمینی به عنوان بذر $1.33 نخود به عنوان بذر 40 سنت، بذر شلغم 6 سنت، طناب سفید برای حصار کشی 2 سنت، کود اسب و 3 ساعت کار کارگر نوجوان $1، اسب و گاری برای رساندن محصول به بازار 75 سنت، جمعاً $14.72 و نیم.
درآمدهای من عبارت بودند از 9 بوشل و 12 کوارت لوبیای فروش رفته $16 و 94 سنت. کوارت در واقع 1/4 گالن است. 5 بوشل سیب زمینی درشت $2 و 50 سنت. علف $1. ساقه گیاه 75 سنت. جمعاً $33 و 44 سنت. بدین ترتیب همان گونه که در جایی دیگر گفتم $8 و 71 سنت برایم باقی ماند. این است نتیجه تجربه های من در پرورش لوبیا. بذر این بوته کوچک و سفید را در اول ژوئن در ردیف‌هایی به فاصله 3 فوت و در هر ردیف با 18 اینچ فاصله بکارید. بذرهای تازه، گرد و یک دست را انتخاب کنید. نخست مواظب کرم‌ها باشید و با فاصله انداختن میان قسمت‌های کاشته شده فضایی خالی در میان ردیف‌ها به وجود آورید. آنگاه اگر زمین شما حصار ندارد مراقب موش‌خرماها باشید. زیرا آنها همینطور که عبور می‌کنند نخستین برگ‌های سبز را از سر راهشان برمی‌دارند و با رویش برگ‌های نو مجدداً متوجه آنها خواهند شد. و در حالی که مثل سنجاب راست نشستند هم جوانه‌ها و هم غلاف‌ها را می‌کنند. ولی از همه مهمتر آن که محصول را هرچه زودتر بردارید تا از سرما محفوظ بماند و لوبیایی بهتر و قابل فروش‌تر به دست آورید. با انجام این کار شما می توانید از مقادیر زیادی ضرر جلوگیری کنید. من تجربه‌ای اضافی نیز به دست آوردم. به خود گفتم تابستان آینده با چنین تکاپویی ذرت و لوبیا نخواهم کاشت، بلکه بذرهایی چون صمیمیت، راستی، سادگی، ایمان، معصومیت و مشابه آن را اگر این بذرها گم نشده باشند می‌کارم تا ببینم آیا آنها حتی با زحمتی کمتر و بدون کودهای حیوانی در این خاک می‌رویند و معاش مرا تأمین می‌کنند. زیرا این خاک حتما از رویاندن چنین محصولاتی مستهلک نشده است. سال نخست به خود گفتم افسوس، اما اینک تابستانی دیگر گذشته است و تابستان‌هایی دیگر و دیگر و باید بگویم بذرهایی که کاشتم اگر به راستی دانه چنان فضیلت‌هایی بودند کرم خورده از آب درآمدند و توان نمو نداشتند، بنابراین نروییدند. آدم‌ها عموماً تنها به اندازه پدرانشان شجاع یا ترسو هستند. این نسل کاملاً مطمئن است که در هر سال جدید باید ذرت و لوبیا را دقیقاً به همان شیوهی که سرخپوستان قرنها پیش به نخستین مهاجران یاد دادند بکارد. گویی تقدیری در این کار هست. دیروز در کمال حیرت پیرمردی را دیدم که برای حداقل 70مین بار داشت برای کاشتن بذر و نه دفن خویش با بیلچه سوراخ می‌کند. ولی نیو انگلندی ها چرا نباید دست به ماجراجویی های جدید بزنند و به جای این همه تاکید بر گندم و سیب زمینی و باغشان دست به کاشت محصولاتی جز این نزنند؟ چرا باید خود را اینقدر با بحث‌های لوبیایمان مشغول کنیم و اصلاً نگران نسلی جدید از انسان‌ها نباشیم؟ اگر کسی را دیدیم که بعضی از آن فضیلت‌ها در او ریشه و رشد کرده است، به راستی باید بشکفیم و جشن بگیریم. فضائلی که همه ما بیش از دیگر محصولات بر آنها ارزش می‌گذاریم، ولی اغلب صرفاً تظاهر و کلمات شناور در باد هوا هستند. هان، آنک کیفیتی لطیف و از فرط زیبایی غیرقابل وصف، چون مثلا راستی یا عدالت در امتداد جاده از راه می‌رسد، اگرچه کمترین مقدار از آن و یا نوع جدیدی از این فضیلت باشد. سزد که سفیران ما به ارسال چنین بحث‌هایی برای وطن مأمور شوند و کنگره باید چنان دانه‌هایی را در سراسر سرزمین بپراکند. اشاره به این نکته تاریخی که نمایندگان کنگره آمریکا در یکی از دوره‌ها برای رای دهندگان بذر مجانی فرستاده بودند. هرگز لازم نیست که ما صمیمانه پای رسوم بایستیم. اگر هسته فضیلت و دوستی باقی بود، ما هرگز نباید یکدیگر را فریب می‌دادیم یا به یکدیگر توهین می‌کردیم یا با بیرحمی از شر یکدیگر خلاص می‌شدیم.
ما نباید این چنین با عجله یکدیگر را دیدار می کردیم. من بسیاری از آدمها را اصلا ملاقات نمی کنم، زیرا به نظر می رسد آنها وقتش را ندارند. آنها به لوبیاهایشان مشغولند. ما با کسی که همواره چنین آهسته حرکت می کند و میان کارش به یک بیلچه و یا بیل مثل عصا تکیه می دهد معامله نخواهیم کرد. انسانی نه چون یک قارچ، اما تا حدودی رویده از زمین، چیزی بیشتر از یک شیء ایستاده، همچون پرستویی که فرود آمده است و بر روی زمین راه می رود. چونان موجودات کوچک افسانه‌ای که گهگاه بالهایش باز می شد، گویی می خواست بپرد و دوباره بسته. شعر از معبد چوپان، گفته فرانسیس کوارلس، شاعر انگلیسی قرن 17. به صورتی که ممکن است گمان بریم داریم با فرشته‌ای سخن می‌گوییم. چه بسا که نان همواره ما را پرورش ندهد، اما همیشه در حق ما خوبی می‌کند. حتی سفتی مفاصل ما را می‌گیرد. زمانی که نمی‌دانیم چه چیز ما را بیمار کرده است، منعطف و شناورمان می‌سازد. به ما یاری می‌کند تا هر سخاوتی را در آدمی و طبیعت بشناسیم و با هم در هر سرور بی‌عمیق و اساطیری شریک شویم. حداقل شعر و اساطیر باستان حکایت از آن دارند که زراعت زمانی یک هنر مقدس بوده است، ولی ما این هنر را عجولانه و با بی‌اعتنایی غیر محترمانه‌ای که در آن هدف تنها داشتن مزارع بزرگ و محصولات فراوان است دنبال می‌کنیم. ما نه جشنی داریم، نه دعایی، نه مراسمی، و من نمایشگاه‌های گله و جشن‌های به اصطلاح شکرگزاری را از این نداشتن‌ها مستثنا نمی‌کنم. تا به وسیله آنها کشاورز حسی از تقدس وظیفه‌اش را بیان کند یا ریشه‌های مقدس را از نو به یاد آورد. تنها سورچرانی بیشتر و درآمدی افزون‌تر است که او را به کار وامی دارد. او نه به درگاه سرس و جوب زمینشین که به جای آنها در پیشگاه پلوتوس فناپذیر قربانی می کند. سرس در اساطیر روم الهه کشاورزی بوده است و جوب زمینشین اشاره به ژوپیتر رئیس خدایان است. بر اثر حرص و خودخواهی و عادتی پست از ملک دانستن خاک یا آن را مهمترین ابزار مالکیت دانستن که هیچ کدام ما از آن آسوده نیست، منظره تغییر شکل می دهد. کشاورزی به همراه ما خوار شده است و دهقان بدترین روزگار را می گذراند. او با طبیعت آشناست، اما چون یک دزد. کاتو میگوید منافع کشاورزی پرهیزکارانه و عادلانه است و به گفته بارو رومیان باستان مام زمین و سرس را یکی می‌دانستند و به باورشان کسانی که زمین را آباد می‌کنند حیاتی پارسا و مفید دارند و آنانند که از نسل شاه ساترن باقی ماندند. وارو نویسنده رومی است و ساترن در اساطیر روم الهه کشاورزی است. ما عادت داریم فراموش کنیم که آفتاب به زمین‌هایی که آباد کرده ایم و مراتع و جنگل‌ها بدون تبعیض می‌نگرد. همه آنها به مانند همشعاع‌های او را منعکس و جذب می‌کنند و اولی جز بخش ناچیزی از تصویر شکوهمندی نیست که خورشید در کار و بار هر روزش از پیش چشم می‌گذراند. در نگاه او همه زمین چون باغی است که یکسان آباد شده است. پس ما باید نور و گرمای او را با توکل و کرامتی مشابه دریافت کنیم. ولی من ارزش این بحث‌ها را چند می‌سنجم و در پاییز هر سال چه چیز از آنها برمی‌دارم. این مزرعه وسیعی که زمانی چنین دراز مراقبش بودم مرا زارع راستین خود می‌داند، بلکه به دور از من تأثیراتی را که با او مهربان‌ترند که او را آب می‌دهند و سبز می‌کنند بدین نام می‌شناسد. آیا آنها تا حدودی برای موش‌خرمه‌ها نمی‌رویند؟ خوشه گندم نباید تمامی امید کشاورز باشد. دانه آن تمام چیزی نیست که مزرعه بدان باردار است. در لاتین خوشه گندم اسپیکا خوانده می شود که در اصل اسپکا بوده است، از ریشه اسپه به معنی امید. دانه گندم در لاتین گرانوم خوانده می شود، از ریشه گرندو به معنی حامله بودن.
اگر چنین شود دیگر چگونه ممکن است محصول ما در فصل برداشت شکست بخورد؟ آیا من نباید از فراوانی علف هرزی که بذرهایش انبار قلعه پرندگان است شادمان شوم؟ در مقایسه اینکه کشتزارها کندوی مزرعه‌دار را چقدر پر می‌کنند اهمیت چندانی ندارد. همچنان که سنجاب‌ها درباره فندقی که بیشه امسال به بار می‌آورد یا نمی‌آورد مضطرب نمی‌شوند. زارع راستین نیز از نگرانی به دور است. او کار روزانه خود را تمام می‌کند در حالی که تمامی ادعا بر محصولات مزرعه‌اش را کنار گذاشته است و در ذهنش نه فقط نخستین که آخرین میوه را نیز می‌بخشد.